صبح روز جمعه، روزی که موعد قبض سر رسیده بود، در بین نامه‌هایی که از پست دریافت کرد، یک چک به مبلغ $110 نیز بود. فرستنده چک شرکتی بود که چندین سال پیش شوهرش در آنجا کار میکرد. آنها نامه‌ای نوشتند مبنی بر اینکه تازه در حساب شوهرش یافته بودند که چون میخواستند حسابش را ببندند، این چک به این مبلغ را برای او فرستادند. آخرهای ماه بود. یک بازرگان که یک خانواده پرجمعیت داشت، کفگیرش به ته دیگ خورده بود. او ماهی یک بار حقوق می‌گرفت و هنوز 1 هفته مانده بود تا اینکه حقوق این ماه خود را دریافت کند. خانوار ته کشیده بود. همسرش جمعه قبل از شنبه صبح به او گوشزد کرد که دیگر آه در بساط ندارند و فردا باید به خرید بروند. آنها با هم همدل شدند که به خداوند برای طلب روزی دست به دعا شوند و از او هدایت بطلبند. آنها این کار را بیوقفه تکرار کردند که خودکفایی ما از سوی خداوند است و بس. صبح شنبه از اداره مالیات نامه‌ای رسید که یک استرداد مالیات بر درآمد به مبلغ $60 در آن بود. این زوج در حالی که باز پرداخت مالیات بر درآمد فدرال را داشتند، در انتظار چند صد دلار بودند، اما باز پرداخت مالیاتی احتمالی را فراموش کرده بودند. این مبلغ تا روز پرداخت حقوق خود خرج و مخارج آنها را تا حدودی پوشش می‌داد. یک فروشنده زن که خرج و مخارج چشمگیری داشت و میزان فروشش پایین آمده بود، تصمیم گرفته بود که برای افزایش برکت زندگیش به خداوند توسل کند و شروع کرد به تکرار این آیه: رزق و روزی ما را همین امروز به ما عطا کن. همه چیز ناگهان از این رو به آن رو شد. فروش او به حدی افزایش پیدا کرد که مازاد بر درآمد ماهیانه‌اش چک‌های کمیسیون هم اضافه شد. همسایه‌ها به نشانه احترام برای او طعام می‌پختند و در ظرفی زیبا برای او آوردند. یکی از دوستانش چندین دست لباس نو به او داد. برخی از مشتریان او برای قدردانی از خدماتش هدایایی گرانبها به او تقدیم می‌کردند. چندین و چند بار به خانه دوستانش برای صرف شام دعوت شد که از سپری شدن آن ایام لذت می‌برد. همان گونه که دعا کرده بود، رزق و روزیش تامین شد. روزیش به شکل رضایت بخشی به عنوان ثمره برکت تکرار این آیه ظاهر شد. چگونگی مدیریت مالی. شایان ذکر است که اگر خداوند را مبدأ تمام برکت‌ها و دارایی‌های خود بدانید و برای تک تک امور مالی امیدتان به خدا باشد،